خب حتما برای شما هم پیش اومده که یه بیس زیرزمینی دارید و نمیخواید کسی متوجه اون بیس بشه. خب من راه حل آوردم. اول اونجایی که بیس هست رو میاین این شکلی میکنین و یه 2 تا استیک پیستون این شکلی میذارین. بعد میاین اینور ابزرور میذارین. یه لحظه بخش من اشتباه کردم. ابزرورا رو یه جوری میذارید که چشمش رو به پشت باشه. اشتباه گذاشتم. بعد این شکلی و این شکلی یه دونه ردستون من اینجا رو پر کنم و بعد اینجا هم همون رنگی که یه رنگ متفاوت و البته فعلا نه. میایم اینجا زیرش رو میکنیم. هم دارم میایم زیرش رو میکنیم. اینجا یه دونه لنترن و یه دونه بخشید اشتباه کردم، لنترن بالاتر باید میشد و یه دونه نوت بلاک. بعد میاین اینجا و خب حالا اینجا رو مطابق به همون چیزی که میخواین میکنین. بعد اینجا هم همون بیستونه و من این چیز رو نذاشتم آخریه رو. و حالا هر موقع خواستین برین میخواین اومدین بیرون نوت بلاک رو میزنین دست نمیشه. میخواین برین تو میزنین تمام. و خواستین برین بیرون این شکلی هم بسته میشه هم باز میشه. برای آموزش های بیشتر لطفا چنل منو ساب کن.